قطعا به کس وابسته نباشی. وقتی کس میگم کل انسان است، به پدرت وابسته نباش، به برادرت نباش، به مادرت نباش، به دوستت نباش، به هیچ کس وابسته نباش. به خاطر هیچ کدام از اینا دائم نیست. تنها به خدا وابسته باش که ذات جاودان است. گول گرفته است. استاد وابسته نباشیم چی؟ دوست داشته باش، احترام داشته باش، ولی یاد بگی که اگر نبودن هم تو زندگی جریان داره. یک روز پدرمون میره، یک روز مادر آدم فوت میکنه، یک روز برادر آدم فوت میکنه، برادر آرسی میکنه دیگه تو رو میگه نان دادن نمیتونم. برو چی یاد بگیریم به پای خود استاد شدنه. حتی یک صحبت در روانشناسی است میگه هر چیزی که توانایی از دست دادنش نداری روی نگی. مثلا مثال براتون میتونم، یک تلفن میخرم، باید در روزی که تلفن میخرم اونم روز توانایی از دست دادنش هم داشته باشم. یعنی اگه تلفن گم شد، شکست، دزد برد، بازم مجبور باشم. نه که جگر، اگر جگر تنها به خدا وابسته که ذات جاودان، تنها به خدا وابسته که ذات جاودان، تنها به خدا وابسته که ذات جاودان.